سلام بچه، حالتون خوبه؟ چطورین؟ خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل داداشتون لو آرمان. خب داخل این ویدیو میخوام به یه موضوعی بپردازیم که این موضوع امروزه داخل یوتیوب، اینستاگرام، همه جا خیلی وایرال شده. اون موضوع نیست جز موضوع رشت، موضوع آتوسا خانوم که واقعا امروزه داره میترکونه و بازدید خیلی بالایی گرفته و حدود فکر کنم 10,000 پیج و فن پیج داره الان با یه کار خیلی الکی و یه کاری کرد که واقعا من خجالت میکشم. خب حالا بس این بس ول کنید، یه کاری بوده که خودش انجام داده و حتما پشیمون هم هست و بریم الان یه چند تا میم و یه چند تا ویدیویی که واقعا امروز من جمع کردم و پیدا کردم که واقعا لایک خورده بود با هم بریم ببینیم. اولین ویدیو بریم با هم دیگه ببینیمش. دهن شما رو سرویس، واقعا این چی بوده درست کردین؟ یه ساعت سبزه و گفته سلام داداش، این ساعت رو میخواستم سفارش بدم، بعد عکسش هم فرستاده، بعد گفته سلام چند تا میخواین، عکس آتوسا رو گذاشته، بعد حاجی هم گفته اوکی. واقعا این چه کاری کردی؟ یعنی واقعا چه کاری بود؟ اصلا پشمام ریخته، واقعا چه میمایی دارن درست میکنن و چه بازدید بالایی گرفته. واقعا این دختر خانم یک بریم ویدیو بعدی بهتره. واقعا نمیدونم چی بگم به این دختر خانم. ویدیو بعدی این چیه؟ پشمام، راست میگه، اسم مدگلم آتوساه، نه؟ واقعا پشمام، چه موضوع جالبی. یه مدت پیشم که یه فیلمی از مدگل خانم لو رفته بود و واقعا دیگه داریم توی صنعت فیلم‌های خاک برسری پیشرفت میکنیم. واقعا دستاورد بزرگی. گفته داداش دوست دخترم خیلی بهم وفاداره، پایدار باشی. اسمش چیه؟ آتوسا. یعنی ببینید دهنتون سرویس. چیزی ندارم بگم، بریم ویدیو بعدی. واقعا دهنتون سرویس. خب ویدیو بعدی گذشته گفته چی وایستا؟ گذشته هر کس به چیز شخصی نمیتونم در موردش صحبت کنم. گذشته ای که داره عکس آتوسا رو گذاشته. چه کاری بوده کردی؟ واقعا یه ایران رو بردی زیر سوال. و خواهشی که دارم بچه‌ها، واقعا جدی دارم اینو میگم، سعی کنید زیاد پخشش نکنید. و الان داریم یه چیزی میگیم، یه موضوعی میگیم، داریم میخندیم، ولی جدی جدا از شوخی این ویدیوها رو پخش نکنید، چون برای ایران و ایرانی بده. مرسی. بریم ویدیو بعدی. چی گفته؟ وایستا، واقعا نوشته وقتی میفهمی گادپوری رشتی است و اسم خواهرش هم آتوساه. پشمام، واقعی این؟ نمیدونم واقعا. اگه شما میدونید، اطلاعی دارید که اصلا گادپوری خواهری داره و اسمش هم آتوساه، واقعا بگین تو کامنت ها، بگین جدی این واقعیه. پشمام. بریم ویدیو بعدی. وای وای بابا، اصلا اسم شهر رشت تو دیگه یه کاری کردی. هر کی 10 سال دیگه مثلا یه بچه از باباش بپرسه بابا رشت چیه، بعد بگه رشت کجاست؟ رشت نه، آتوسا. یعنی واقعا این چیه؟ چی کار کردی؟ یعنی دیگه رشت تو چند سال دیگه به اسم آتوسا میشناسن، اصلا نمیگن رشت، میگن آتوسا. نوشته به شهر رشت خوش آمدید، بعد عکس آتوسا رو گذاشته کنارش.
خب حالا بریم چند تا توییتی که واقعا این مدت خیلی وایرال شده رو ببینیم با هم دیگه و بریم اولین توییت. کدوما رشتو معروف کردن؟ عکس گادپوری رو گذاشته با عکس آتوسا خانوم. واقعا راست میگه. اصلا کی رشتو معروف کرد؟ به نظر من که حالا واقعا بدم هست ولی آتوسا رشتو معروف کرد، چون واقعا امروزه همه جا دیگه الان رشتو میگم که چند سال دیگه رشتو به اسم آتوسا میشناسن. واقعا اصلا برای همون میگم اصلا خیلی این ویدیوها رو پخش نکنید، چون برای ایرانی بده، برای شهر رشت بده. خب حالا اینا رو بیخیال، بریم توییت بعدی. نوشته همه گفتن آتوسا بدبخت شد، کسی نگفت این پسر سرطان گرفت. نمیدونم واقعا این واقعیه، نمیدونم. به نظر من که الکیه، کسی سرطان نمیگیره به خاطر همچین چیزی. ولی خب آتوسا هم بدبخت نشد، چون خودش این ویدیو رو پخش کرده، خودش یک انگلی بوده. بریم توییت بعدی، اعصابمون رو بیشتر از این خورد نکنیم. و تموم شد، توییت هم تموم شد. یه چند تا ویدیو هم با هم دیگه دیدیم. مرسی از این که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. عاشقتونم، عشق منید، اشوه‌گرید. تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار. اگه میخوای حمایتی کرده باشی ساب کن تا زودتر برسیم به 300 تا. یه خبرهای خوب تو راهه. مرسی.